اگر بهشت نداشته باشی دلت نخواهد، نخواهی زیبا باشی، در بهشت نخواهی بود، به بهشت نخواهی رفت. یادم نمی رود که تماشای من تویی، 100 بار توبه، 100 بار توبه، رویت هاشای من تویی. بی جمله در سکوتم و بی وزن و قافیه، پیش از سرود مطلق معنای من تویی. من در حصار دایر 100 دور میزنم، دیوار و انحنا چلیپای من تویی. هزار شهر و سفر، هزار پنجره در، به یاد یار و دیار مرا به خانه ببر. هر نقش 100 خیال شدم، هر نقش 100 کمان، در نسخ و در شکست الفبای من تویی. دوشم فتاده پرده زنگار آینه، من کیستم در آینه وای من تویی. گل نیستی، پنجره‌ای روبرویش، وقف قدم مناظرت پای من تویی. شهرت چه بی مکان و طلوعت چه بی زمان، من شرقیم غروب هوس‌های من تویی. هزار شهر و سفر، هزار پنجره در، به یاد یار و دیار مرا به خانه ببر. شهرم تمام نقش جهان، بی تو چون کبیر، بی شهر و خانه گنبد مینای من تویی. شهر خوب جایی که درست انضباط داشته باشن، مردمانشون به تمام قوانین احترام بذارن، نه اینکه قوانین زیر پاشون بذارن. قوانین که زیر پاشون بذارن هرج و مرج میشه، اهمیت نمیدن، یه شهر هرج و مرج به وجود. تو شهرهایی که پابند قانون باشن اون شهر خوبی میشه، وگرنه هرج و مرج در همه جای دنیا هست، ولی کسانی موفقن که قانون رو زیر پاشون نمیذارن. اگه یه جایی مثلا خونه آدم باشه، وقتی یه دونه چراغش سوخته توجه آدم رو جلب میکنه و حتی ممکنه که آدم خطر بکنه بره روی نردبان تا اینکه یه فکری به حال این قضیه بکنه. ولی عجیبه وقتی توی شهر چراغ‌ها خاموش میشن، چیزی سر جای خودش نیست، گاهی ما عین خیالمون نیست. ایشان جناب خاقانی هستند. سر همین کار با هم آشنا شدیم. دلیل ارادتم به ایشان این است که از احوال روزگار با خبرند، رنج را هم میشناسند، چشیدند، اما خلقشان خوش است. و امروز که مجسمه شما که پیرمردی هست میبینم، یاد خودم میفتم، این نوجوانیام که چی کارها کردم، چه برنامه‌هایی داشتم
همه اینا برنامه‌ها رو تو چشمای شما میخونم. چه روزگار بر شما چه گذشته، شما چی بودی که رو مجسمه تو میدون حسن آباد گذاشتن و من در پی این هستم که ببینم شما در عمر چی کار کردی، برای چی مجسمه رو گذاشتن، اسمت چیه، رسمت چیه، چی کاره بودی. بالاخره تحقیق میکنم و در میارم شما کی بودی که امروز مجسمات مردم تماشا میکنن و تو میدون حسن آباد هستی. داستان معاشرت ما با تهران داستان یافتن گنج است. البته نه زیر خاک، نه در گنجه، همین بر خیابان دور میدان. وقت این است بخوانیمش، تماشایش کنیم و بپرسیم ما بقیه ماجرا کجاست؟ چرا؟ چگونه؟ چطور؟ ای وای من چه حیف فراموش میکنی جز پنبه چه در گوش میکنی؟ هیچ. الحمدلله. جدن ها؟ طبق فرمایش خودتون فعلا روزگار اینجوریه دیگه. اینجوری قبلا هم فکر کنم اینجوری بوده. کمتر بوده. نه من فکر نمی کنم. مسافر اهل سکونت، شهروندی که شهرش را دوست دارد، مدام زندگیش را یادداشت می کند. دیدارش را ثبت می کند. با دفترچه یا بدون آن. نمیگذارد فراموشی خاموشش کند. کوله بار کوچک همشهریم اگر جا بماند، جا میمانیم از قطار زندگی و پشت پنجره ها بی‌معنا می شود. تماس قطع خواهد شد، حرف بیفایده خواهد بود. ایستگاه راهن تهران معلومه آلمانا ساختن. درست 25 سال پیش اینجا بودم. ایستگاه راهن اول خیابان ولیعصر، خیابان ولیعصر طولانی ترین خیابان شهر تهران. امروز میخوام از اینجا حرکت کنم برم تا میدون تجریش، شایدم تا کوه. سکونت در شهر دیدار مدام با آن است. شهر مکانی است که افشای زندگی را ممکن می کند. زندگی همواره به صورت چیزی وقوع یافته است و ما همواره به عنوان کسی یا انتخاب چیزهایی در زیستن شرکت می‌کنیم. در استانبول دوستی دارم تلفن‌های قدیمی رنگارنگ دارد. اهل این محله است. همین آقا محله را با او میشناسند. میداند شیء با آدم شخصیت پیدا میکند. خب در محله قدیمی شهر و سمساری‌های عالم انگار شبیه همان. چمدان‌های خالی، ظرف‌های خالی، چراغ‌های خاموش، اما اشیا آدم رو یاد خاطره ها میندازن، یاد روابطی که در اطراف اونها جاری بوده. هویت چیزها رو اشیاء نمیسازن، روابط حاکم بر اونها میسازن. محله‌های قدیمی اگر شهروندان قدیمی خودشون رو داشته باشن با هویتن، وگرنه در و دیوار و پنجره و کاسه و کوزه از جایی از شهر، جایی از خانه، روی تاقچه هویت نمیسازه. فقط یک نشانه است برای یادآوری چیزی که به دنبالش میگردیم. بریم در شهر پرسه بزنیم. تهران خیابانی دارد با چنارهایی بلند که بادها بر آن وزیدند، اما هنوز چنارستان است. دیر نشود این گونه نباشد. پیاز خشک بندر 6 کیلو درهم. خب
فرود جان از اینکه به خانه ما آمدی سپاسگزارم. خواهش میکنم. عرض کنم که شما ید طولایی در بسیار چیز متعدد داری که همه در حوزه کیفیتن. خواهش میکنم. از استمرار و کوشایی بر امر کیفی گرفته تا دسترسی وسیعت به تاریخ و اطلاعات به شکل سند، از جمله مستندسازانی که حرفشون سنده حضرت عالی است. خواهش میکنم شما لطفاً. به همین دلیل هم است که من خیلی امروز روز نیکویی است برای من که سعادت رو دارم که با شما درباره این چند تا موضوع با هم حرف بزنیم، درباره شهر و شهروند، زشت و زیبا، حرف و عمل، ایده و اجرا و چیزهایی که ما رو به تجربه رضایتمندی میرسونن، مثل تلقی ما از تاریخ، فهم این که شاید تاریخ چگونه فرزند جغرافیاست. یکی دو تا از مواردی که الان صحبت می‌کردیم شما بهش اشاره کردیم، اعداد جمعیتی که اینا کمی ان ولی کیفیت‌های اساسی رو با خودشون حمل میکنه. حالا اگه بخوایم از شهر و شهروند شروع کنیم، یه دوستی من دارم که میگفت شهر از اونجا شروع میشه که معلم و شاگرد بتونن همدیگر رو نشناسن. این چجوریه؟ نسبتی داره با واقعیت یا نه؟ میتونه باشه. خب شهر یه امر واقعی، هر کس هم میتونه به این امر واقع از یه زاویه منحصر به خودش نگاه کنه و تعریف خودش رو داشته باشه. سکونت یعنی هستی در جهان، در جایی و با عنوان کسی. برای همین است که ما میگوییم من این جاییم. شهر و خانه روح ما را مرئی می کنند. بی رو در بایستی. شهرهای ما تداومشان را از دست دادند. خیال پر مهارت می‌خواهد که به دیدار بازماندگان برود و بلد باشد برگردد ببیند چه خبر بوده، چه شد که اینطور شد. آوردن کمال الملک استاد نقاش، وقت بسیار گذاشت شاه را در تالار آینه کشید، اما شاه خود را ندید. ما در این سفر، در حضور و غیاب خشت‌های بهشت، در تصویر زندگی و رفتارمان با شهر، به دیدار شهرها و خانه‌ها می رویم. با ایشان دیدار می کنیم. دیدار مفهوم عمیقی است، داستان دارد. تاریخ چراغ نیست، 40 چراغ است و اگرچه کمتر زورش رسیده تمام واقعیت را بگوید، اما سهمش از حقیقت کم نیست. می شود با آن قصه های راست گفت.
اگر غول چراغ جادو به من وقتی میداد، اگر مجابش میکردم حرفم را گوش کند، به جای 3 آرزو به 1 قناعت میکردم. دلم میخواست وسیله‌ای داشته باشم بگذارم روی قلب بنا قصه اش را برایم بگوید. این که میان آمدن و رفتن چه گذشت. نمیخواستم بگوید چه خواهد شد. شاید بتوانم کاری کنم که بشود و چنان زندگی کنم که از روایت تاریخ راستگو نترسم. بسازم، خراب نکنم. این بنای شهربانی سابق دلش خواسته شبیه چیزی باشد که مثل آن نیست، اما چون نظم و ثباتی دارد ما را مجاب کرده دستی به سر و رویش بکشیم، شغل تازه‌ای برایش دست و پا کنیم، بشود جای سر و شکل دار شهر که دیگران بیایند به دیدارش دربارش بپرسند. این عکسای آقای محمود پاکزاده 1320 فکر میکنم تا 1354 گرفتن. یه بخشی از تهران رو نشون میده که تو همین مدت هم تأسیس شد و شکل گرفت و در واقع اون موقع تهران مدرن بود. وقتی ما اولین فیلم برداری که توسط میتل هولستر گرفته شده و یک فیلم برداری هوایی از تهران میبینیم و با این تصاویر مقایسه میکنیم، متوجه تغییر تهران حتی تا 1320 هم میشیم. تهران یه روستای بسیار بزرگی بود. شکل و شمایل ساختمون ها و معماریش شبیه شهر نبود به هیچ وجه. کاملا یک روستایی بود که همون شیوه روش زندگی روستایی درش اعمال میشد. به جز یک منطقه کوچکی که کاخ پادشاه و نزدیکانش بود، بقیه روستا به این شکلی که گفتم بود. خب اینجا کوچه پس کوچه های محله اودلاجان در منطقه 12 شهر تهرانه. یکی از مناطقی که به طور مفصل دارن روی مرمت بخش‌های مختلفش و احیای بافت فرسودش کار میکنه. وقتی درباره احیای بافت فرسوده یک محل صحبت میکنیم، موضوع فقط این در و دیوار که خیلی هم مهمه و مربوط به کالبد شهریه نیست. بحث بافت جمعیتی، نوع روابط اجتماعی و زندگی اونا بسیار حائز اهمیته. اینکه چطور خدمات لازم برای احیای زندگی یک منطقه باید متحول بشه تا اینکه اونجا در شکل یک اتفاق گردشگری به حیاتش ادامه نده، واقعا یه محله باشه با حافظه و نسلی که دوباره شکل میگیره. این چیزی که توی زندگی شهر خیلی مهمه. بیریخت یعنی اینکه یه چیزی به یه چیزی کلا نمیاد. الان ببینید این و این اصلا به این نمیاد، بر همین به این میگن بیریخت، در حالی که به این میگن زیبا، بعد به این میگن بیریخت. اگر ما گاز را می بردیم به نیروگاه، برق را می فرستادیم خانه، ورودی خانه ها خوش ریخت تر بود. انرژی مسیر درستری را رفته بود، میدان زندگی گشوده تر بود. گفتن ندارد که ایران تماشایی است، همه جایش. مثلا همین مجاور خلیج فارس، یاد میناب افتادم در خاطره، و بندر لنگه، خانه فکری،
خانه تاجر مروارید، رو به منظره‌ای که آدم را یاد این می‌اندازد که خانه می‌تواند چگونه زیبا و محترم باشد. در فرهنگ ما خانه حریم امن رو به درون بوده، اما قید بیرون را نمی‌زده. ورودی مهمان نواز داشته، پر از دعوت به درنگ و تماشا. تهران از دهه 10 شاید بیشتر، شاید حتی کمی قبلتر از اون شروع میشه به تغییرات بنیادی کردن و تو سالهای 15-16 تا 20 کیفیت نزدیک به شهری از نظر بناها و معماری‌های خاص خودش پیدا میکنه و بعد از 1320 تا 1354 این تقویت میشه و البته بعضی جاها هم تخریب میشه. اون نگاه تازه به دوران رسیده همیشه تو این مدیریت‌های شهری ما وجود داشته. تو دوره شهرداری آقای بوذرجمهری اون نگاه دروازه‌های زیبای تهران رو تخریب میکنه. بله، اینم میدان توپخانه. این رادیاتور بزرگی رو هم که باهاش آشنا هستید ساختمان مخابرات. میدان توپخانه میدان تاریخی در شهر تهرانه که نشون میده چطور ما میتونیم تاریخ یک شهر رو از میان ببریم و به چیزی بسیار بدترکیب تبدیلش بکنیم و اینکه شهر بدترکیب حاصل ذهن‌های بدترکیبه و عملکرد بدترکیب که اگه قرار باشه یه جا رو انتخاب کنیم که نشون بده ما در این کار چطور ثابت قدم و پیگیر بودیم و تونستیم پیوسته چیز بدترکیب تولید بکنیم و اگه یه چیز خوش ترکیبی بود اون رو از میان ببریم تو دوره‌های تاریخی مختلف، میدان توپخانه جای خوبیه. خب آقای میرفتح عزیز، خیلی خوش آمدی. مخلص. محبت فرمایید. دست درد نکنه. اختیار دارید. عرض کنم که ما به 1001 دلیل مزاحم حضرت عالی هستیم. مراهمی. خب یکی از دلایلش اینه که درباره شهر و یک کلان شهر با رویکرد متفاوت کتاب دارید. اینکه با نوشتن و خاطر نویسی و قلم و علایق مبتنی بر امید آشنا هستید، اهل تماشا و گرافیک هستید و قراره که با هم سعی بکنیم ببینیم که آیا این چیزی که بهش میگیم استعداد، ذخیره و توانایی موجود در فرهنگ که بخشیش در زندگی و معماری و شهر ما هست، آیا این رو میتونیم یه جوری باش معاشرت بکنیم که پیشنهاد دهنده باشه؟ یه چیزی که شاید ما به نظرم سوء تفاهمه، یا اینو اول بگم که من وقتی که در واقع به این دلیل اون کتاب تهران من رو نوشتم، یعنی اصلا چیز کردم که این تهران منه، یعنی من باید حس تعلق، نه حس مالکیت، من حس تعلق به شهرم داشته باشم. درش این بود که همه فوش میدادن به تهران و اون جاهایی هم که میگفتن خوبه نگاه تاریخی داشتن، یعنی میگفتن اینجا به این دلیل خوبه که وثوق الدوله بوده، اینجا به این دلیل خوبه که مشروطه، این رستوران لغانته است به این دلیل مثلا در زمان مشروطه. خب ما اینجوری باشه اون وقت یه نگاه غلطی پیش میاد که من شکل شهرم باید تاریخی کنم، کما که تو شهرداری این کارو، یعنی آسفالتو میکندن جا سنگ میذاشتن که تبدیل به قدیمی بشه. تبدیل به قدیمی شدن که یعنی یه ایرادی داره، یه ماجرا. اون اگر سنگ فرشه کسی سنگ فرشش نکرده، همون موقع سنگ فرش بوده. من به ذهنم رسید که شاید ما یه در واقع سوء تفاهم دیگه ای هم اینجا هست. ما اصلا تصورمون از شهر غلطه. ما نمیدونیم شهر چیه و برای همین وقتی که میخوایم زیباترش کنیم، میخوایم جذابترش بکنیم، یا شهر بازیش میکنیم، نورای قرمز و آبی و سبز و اینا میزنیم. شهر که قرار نیست اینجوری باشه، برای چی باید اینجوری؟ مگه زندگی ما رنگیه به این معنا؟ یا دکوراتیوش میکنیم، یعنی میایم مثلا بازسازی میکنیم، درهای چوبی رو دوباره احیا میکنیم، سنگ فرش میذاریم. نه، چیکار کنیم همین شهر خوب بشه، همین شهر قشنگ بشه. همین اگه یه نگاهی بکنیم توی اینترنت، یه دو تا عکس از میدان توپخانه هست که اینا کنار همن. اینو حتما باید دید توی
برنامه نشون خواهم داد به شما دوستان گرامی و ببینید که شهر با قیافه های مختلف، شهری با روحیات و فضاهای مختلفه. خیلی فرق میکنه شهر چه شکلی باشه. حالا بریم یک دوری در حوادث میدان توپخانه بزنیم شبیه این ماجرا. من یه عکسی هم بگیرم. یه دقیقه واستا. پهلوی دوم با این همه که قربون صدقه پدرش میرفت چیز درست و حسابی مراقبت نکرد از دوره پهلوی اول. پهلوی اول هم که از دوره قاجار خوشش نمیومد، در نتیجه اینجا مدام دارایی‌های خودش رو از دست داده. فقط من نبودم که نگاه کردم عصبانی شدم، حرفم شدید شد. ببین دیگران هم بودند. این مردمان شهر بودند که گفتند کسی از ما نپرسید وقتی ساختند، وقتی قافیه را به خودخواهی و تصمیم بیدرنگ خود باختند. مرد داشت میخواند و خبر داد که نوشته بودند دارند بر شمالی میدان شهرداری را به احوال گذشته از نو میسازند. خوشحال شدیم. طول نکشد خیلی زیاد بسیار ممنون میشویم. با احترام و عذر خلق تنگ. اتفاقات زیادی افتاده. شما نگاه کنید مثلا قاجار رفته، پهلوی اومده. پهلوی سعی کرده نظام ارزشی قبل رو تا اونجا که میتونه تغییر بده. حتی پهلوی هم 1 و 2 با هم دیگه همین این سلطان محمود و سلطان مسعود که مسعودی‌ها زدن دمار محمودی‌ها رو در آوردن، تو اینجا هم یه اتفاق افتاده. بعدش خب ما شاهد یک انقلاب خیلی مهم و تاثیرگذار هستیم. توی انقلاب هم باز دوره‌های مختلفی داشتیم. اگر ما برای زندگی و آینده نقشه‌ای منطقی و مجاب کننده نداشته باشیم و نتوانیم خوب معرفیش کنیم و دل همه را ببریم به سمت میل ملاقاتش، هر کس کار خودش را می کند و ممکن است فکر کند به من چه. از روی خط عابر پیاده سوار رد شود، موتورش را هر جا خواست بگذارد برود، بعد از هر جا خواست رد شود، شاید حواسش سر جا نباشد، پرت شود، گوشه یادش برود ما به هم مربوطیم، با هم سفر میکنیم. ترافیک قربان با اینی که اعلام میکنن از اداره راهنمایی رانندگی طرح ترافیک و زوج و فرد و اینا که همه اینا هست، با اینها کسی زیاد توجه نمیکنه. بازم مردم میان قید جریمه‌ش هم میزنن که فقط بیان خیابون شلوغ میکنن، راه بندون را میندازن. خدا نکنه مثلا توی قسمت در خیابون یا آمبولانس یا آتش نشانی چیزی بخواد حرکت کنه بره و احتیاج باشه که با سرعت، ولی نمیتونه بره. اگر اتفاقی بیفته به شدت اینجا آسیب میبینه تا این آتش نشانی یا آمبولانسی که مجروحی رو داره میبره برسه. ترافیک قابل حل نیست، بس تولید ماشین میشه. اگر تولید ماشین کمتر بشه، ماشینایی که زیر بالای 10 سال همه رو رده خارج کنن، باز وضع ترافیک بهتر میشه. ولی متاسفانه این کار نمیکنن. حالا از نظر چی که مالی بهشون ضرر میخوره، از نظر چی بهشون ضرر میخوره که این اقدام مهم رو انجام نمیدن، مثل کشورهای دیگه اینجا اهمیت نمیدن. این خیابان نمایشگاه عملکرد همه ماست، از صدر تا ذیل، و نشان میدهد فرق زشت با زیبا چیست. پشت یکی از مهمترین 4 راه‌های شهر چیزی هست که انگار نیست، نباید باشد، یا بهتر است جور دیگر باشد. سر و سامانی بگیرد با هم برویم تماشا، درنگی کنیم، لختی بیاساییم. یعنی شما هر روز وقتی داری میری از این خیابان عبور میکنی، یک بار با واقعیت‌های تاریخی شهرت مواجهی. آیا این با یه شهر منقطع که بخش‌های مختلفش رو خراب کرده قابل مقایسه است؟ ابدا. این اشکالیه که ما متاسفانه به شهر امروز خودمون تهران میگیریم.
این تصویر بدون شرح است. اگر می‌خواستیم چیزی بگوییم، دست کم این بود که آخر مگر نه این که این تقصیر همه ماست. بعضی از اونها حاصل مدیریت‌های فردی بوده که احتمالاً سوداگری یا سودجویی رو مد نظر قرار داده. حتما اونم رو تاریخ تأثیر گذاشته. چون که بسیاری از چیزایی که میتونست تبدیل بشه اشیای مشترک تاریخی که مورد علاقه همه ما باشه، به واسطه همین سوداگری از کف ما رفته و ما دیگه نمیتونیم به دستش بیاریم. اونا سوداگریه. من بدتر از سوداگری حماقت رو میدونم. حماقتی که یه چیزی رو تخریب میکنه، از بین میبره و ما رو محروم میکنه از اینکه گذشته خودمون رو ببینیم، یک حافظه جمعی داشته باشیم. پدرانمون که اومدن چیزایی رو به ما نشون دادن و حالا نیستن و اون چیزی که بودن و به ما نشون دادن حالا اون نیست که ما به پسرانمون نشون بدیم. برای این قطعه حاصل میشه و به نظر من خب این یه خدشه‌ای رو هویت ما وارد میکنه. همه چیز شهر به هم مربوط است. پیاده رو جای داد و ستد آدم‌های شهر است، با تصویر تفاوت در عمل کرد، بی تفاوتی یا بی خیالی. روزی آنجا انسان دردمند که تنهاییش را در چهارراه شلوغ به نمایش گذاشته بود، دنبال روزنامه گشت و گفت من دوست دارم تاریخ بخوانم. اینجا هم شهر من نیست. شهر من اودساست. آن هم مال من نیست. نشانیش را گم کردم. Я найду тут что-нибудь. Вот любимая собака Рекс, любимого парня, которого убили. Машина милицейская убила молодого парня. اینجا اودساست، شهری که سرگئی آیزنشتاین فیلم رزمناو پوتمکین را در آنجا ساخت. هم به سینما و زبانش چیزی بخشید، هم بخشی از حافظه تاریخی کشورش را در این شهر با این فیلم ماندگار کرد تا همه ببینند بلکه درس بگیرند. با اجازه از جناب آیزنشتاین استاد سینما جسارت کردیم وارد مونتاژ ایشان شدیم تا به تدوین داستان شهر برسیم. مهارت و توانایی ایشان را می ستاییم. در سال 1925 کاری کردند کارستان. هم به دستور زبان سینما کمک کردند، هم شهر اودسا معروف شد. این پله‌های وسیع بلند محل وقوع حادثه است که از خاطره فرار حافظه ماندگار می‌سازد. استناد به شهر و تاریخش بخش مهمی از آن چیزی است که ما برای آن که شهروند باشیم حتماً لازمش داریم. حفظ تاریخ وقایع شهر بر پیکر آن به ماندگاری روحش کمک می کند. با فایده است. به کتاب هم رونق می دهد. مردمان امروز مجسمه را به هم نشان می دهند. از روی پله ها که باقی مانده بالا و پایین می روند تا زیر و بم زندگی را با هزینه کمتر تجربه کنند.
من گفتم که یه چیز دیگری شهر رو میده، یعنی معماری نیست، که معماری خیلی مهمه، همه ما هم در واقع متفقیم که معماری مهمترین رکن شهره، ولی معماری شهر رو نمیسازه. یه چیز دیگه، یعنی شهر یک روحی داره، یه در واقع که به همون اون روابط هم اون روح در واقع یه محتوایی داره، یه گوهری داره که اون گوهر میتونه همه چی رو شکل بده. اگر از من و شما امروز بپرسن تهران چه جور جاییه، نمیتونیم بگیم، برای اینکه اون گوهر به هر دلیلی مفقود شده یا مکتوم شده یا کنار گذاشته شده. برای همین آشفتگی وارد بقیه عرصه ها شده. معماریمون آشفته است، روابطمون آشفته است، نمیدونم خیابونامون آشفته است، اینا برای اینکه اون گوهر نیست. کلام و سخن و گفتار ما نشان دهنده نوع نگاه ماست به زندگی، اندیشه ماست. اندیشه در اون انعکاس پیدا میکنه. در رفتار ما هم همینطور. درباره چیزهایی که میسازیم همیشه این تلقی رو داشت. درباره چیزهایی که میگیم و حتی چگونه شنیدن. در مورد زشت و زیبا میشه به سراغ شهر، خانه و معماری رفت و درباره رازهای اون پرسید. زشت و زیبای زندگی ما. خطاط خط هوشربا را در خانه خیال انگیزی نوشته است که معمارش شعر زیبا از برداشته است. حالا مردمان شهر به خود میبالند و به همه این دلایل مهم هنوز فرزندانشان خط خوش مشق میکنند و مینویسند: راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند، راستکاران بلند نام شوند، کجروان نیم پخته خام شوند. فرض بکنیم، مثال دارم میزنم، اگر میشد تهران رو یه کاری کرد، یه پروژه‌ای رو ما دنبال میکردیم که تهران رو تبدیل بکنیم به راستگوترین شهر دنیا، یعنی در جهان ما شهره میشدیم که تهران هیچ کس دروغ نمیگه، همه عجیب مردم ایران یعنی همه جا میگفتن آقا راستگو میخوای برو تو تهران، همه راست میگن، یک ذره دروغ هم نمیگن. اون وقت شما فکر میکنین شهر همین شهر بود؟ خاصیت دیدار تهران این است که به ما میگوید سرنوشت شهرهای دیگرمان چیست. حرف آنها را هم خواهیم شنید. به دیدار ایشان هم میرویم. تراکم، تنوع و تداوم بنیانهای هویت شهرند و در مرکز و مسیر رخ میدهند. در اصطلاح شهرسازی به مرکز میدان و به مسیر خیابان میگویند. آنچه در شهر هویت است، حال و هوای آن است. حال و هوا یعنی خلق و تجربه فضا. موضوع معماری و شهر خلق و تجربه عرصه و فضاست. چنان که کارآمد و خوشایند باشد، هر دو با هم یک جا. کار اجزای مختلف شهر این است که یکدیگر را توضیح می‌دهند.
شهر آشفته سرباز میزند، توضیح نمیدهد، گنگ میشود. سکونت چیزی بیش از ساکن شدن در یک شهر است. سکونت در شهر یعنی عمری سرشار از انکشاف و گزینش زیبا، ترک زشت و گفتن این جمله با رضایت: من اینجا هستم، اینجاییم و خوش به حالم. مشاهده و دیدار و رفتار زیبا دل مشغولی من است. خیلی موضوع قشنگی رو داری رامین اشاره می‌کنی. بقدیمان که 100%، یعنی اولا که حتما همینطور. اصلا شهر یعنی چی؟ ما چجوری یک شهر اصلا شکل میگیره؟ چجوری یک شهر از حالا چه عقبه تاریخی ببینیم، چه تعریف شعوری، تعریف القایی، چجوری شکل میگیره؟ من چجوری میتونم بگم مثلا من یک فلان شهریم، حالا یک تهرانی، یک حالا هر جایی، و چه قاعده های روی من سواره که اصلا شهر رو شکل میده؟ چجوری شهر به این شکل در میاد؟ چجوری من تصمیم میگیرم که ساختمون ها بلند مرتبه شن با این ظاهر؟ به فرض من سازنده، میدونی منظورم اینه که همه چی نهایتاً به روحیه و طرز فکر من و اون چک بافت محیط به من القا میکنه، به اون برمیگرده. من اگر تحت فشار جانبی شمایی که همشهری منی نباشم، آیا ممکنه یک سری تصمیم هایی رو بگیرم؟ نه. از طرف دیگه خودم هم سلیقه‌ای یک تصمیم هایی رو میگیرم که باعث فشار به تو میشه. یعنی من و تو کنار هم، یک، بافت فکری من، دو، تأثیری که روی هم میذاریم یک شهر رو در حالا چه معنی شعوریش، یعنی معنی شعوری منظورم میدونی چیه؟ یک ضرب المثلی در یک شهری خیلی شکل میگیره، خیلی باب میشه، تو یه جای دیگه نه. یا یک نوع تفکر، یک نوع گویش، یک نوع اصلا نگاه به همه چی، نحوه سلام کردن توی اینجا یه جوره، توی شهر دیگه شاید یه جور. اینها از همون شعور جمعی میاد که اصلا شهر رو در معنی فیزیکی تعریفش میکنه. پس قطعاً موثره، یعنی قطعاً وضعیت شهر در وضعیت روانی من و شما قطعاً موثره. اما اگر شهر تهران رو داریم اشاره میکنیم به عنوان مثال، خب همه بیماری‌های فیزیکی و روانی و همه چی توش الان زیاده، یعنی از آلودگی هوا شما بگیر تا جنبه‌های روانی و همه چی. ما جایی میگیم یک شهر که سطح پذیرفتگی برای تک تک آدم‌هاش نسبت به هم شکل بگیره. من چقدر رامین رو به عنوان یک همشهری از در خونه میام بیرون میپذیرم، چقدر من لبخند رو لبمه، چقدر من رامین رو اگر ببینم احساس میکنم که ته دلم میخواد که با یه لبخند باش برخورد کنم. اگر همین بود چقدر آرامش ذهنی توی همه آدم‌ها شکل میگرفت. چند درصد پیش میاد تو توی خونه بگی دلم میگیره، بعد تصمیم بگیری از در خونه بری بیرون، بری در یه فضای شلوغ، نه یه فضای خلوت، در صورت که همه ما ذاتاً به آدم نیاز داریم. هیچ کدوم نمیتونیم تنها باشیم، یه حقیقته. یعنی هیچ کس رو من ندیدم که بهش بگیم ایدئالت چیه؟ آیا میخوای همه امکانهای دنیا رو بگیری ولی تنها زندگی کنی؟ من ندیدم کس بگه آره. یادم نمیرود که تماشای من تویی، 100 بار توبه، 100 بار توبه، رویت هاشای من تویی. بی جمله در سکوتم و بی وزن و قافیه، پیش از سرود مطلق معنای من تویی. جامانده از قطار تمنای روبش، سرگشتم تمام تمنای من تویی. اندام کوچه روح رسیدم به انتها، شرق بهشت و دوزخ رسوای من تویی. شهرت چه بی مکان و طلوعت چه بی زمان، من شرقیم غروب هوس‌های من تویی. هزار شهر و سفر، هزار پنجره در، به یاد یار و دیار مرا به خانه ببر.